با سلام خدمت کلیه دوستان عزیز، امیدوارم که صدای من رو داشته باشین. سلام دارم خدمت کلیه شما دوستان، بالاخص جامعه زیست شناسی. عذرخواهی میکنم اگر برنامه با تأخیر شروع شد. بنده کمترین بهمن مرادی هستم از مؤسسین اتحاد زیست شناسان ایران. افتخار این رو داشتیم که امشب یک برنامه داشته باشیم با جناب پروفسور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران. همه دوستان اساتید گرانقدری دیدیم که این اساتید در مقام خودشون بسیار والا بودن و تو زندگیمون انسانهای بسیار والایی رو دیدیم، ولی خیلی به ندرت ما هم یک استاد به معنای واقعی داشتیم و هم یک انسان به معنای واقعی. و جناب پروفسور فرهود مصداق بارز این صفات هستند. ایشون میتونستن در بهترین مراکز علمی دنیا مشغول به فعالیت باشن، ولی به همه اینها پشت پا زدن و برای خدمت به این آب و خاک همه اونها رو رها کرد. سعی کردیم در حد وسعمون یک برنامه خیلی خوب رو داشته باشیم و بخش‌های خیلی خوبی داشته باشیم. برنامه با یک ویدیو که بیوگرافی خیلی خلاصه از خدمات جناب پروفسور شروع میشه و با صحبت‌های و بعد جناب پروفسور تشریف میارن و در آخر اون سورپرایز بزرگی که بهتون قول داده بودیم رو ازش رونمایی میکنیم و در آخر به مناسبت روز دانشجو از این تعداد افرادی که ثبت نام کردن و یک رکورد بی‌نظیر در کشور هست، حدود 950 نفر، به قید قرعه چند جلد کتاب رو اهدا خواهیم کرد و سپاسگزاری میکنم از انتشارات اطمینان و همچنین انتشارات خلیلی که تقبل کردند اسپانسری این داستان رو. از دوستان خواهش میکنم که ویدیو رو پخش کنن و بعد از اتمام ویدیو در خدمت جناب پروفسور هستیم. دوستان اگر امکانش هست ویدیو رو پخش کنید. به نام داور برحق، جامعه‌ای که مفاخر خود را فراموش کند محکوم به زوال است. تقدیم به استاد اخلاق و زیستن، عاشق راستین میهن و خدمتگزار عارف و اندیشمند، پدر علم ژنتیک ایران، پروفسور داریوش فرهود. 4 فروردین ماه 1317 بود که داریوش در خانواده‌ای فرهنگی و علم دوست به دنیا آمد. پدر ایشان زنده یاد محمد فرهود معلم و مدرس دانشگاه بود. زبان و ادبیات فارسی تدریس می‌کرد. پدری که به قول پروفسور مردی با ایمان و معتقد بود، مردی میهن پرست و مهربان که این صفات پسندیده‌اش را برای داریوش به یادگار گذاشت. داریوش به خاطر شغل پدر و مأموریت‌هایش سال اول دبستان خود را در هفتگل و از کلاس 2 تا 5 را نیز در مسجد سلیمان گذراند. سرانجام بعد از اتمام مأموریت شغلی پدر با خانواده به تهران بازگشت. عموی داریوش در آن زمان پزشک سرشناس و برجسته‌ای بود. بدین ترتیب علاقه او برای فراگیری دانش پزشکی ریشه در خانواده‌اش داشت. دسامبر 1957 و به عبارتی اواخر آذر ماه 1336 بود و داریوش 19 ساله باید برای ادامه تحصیل خود تصمیم می‌گرفت. پدر که با روحیاتش آشنا بود، تحصیل در خارج از کشور و آلمان را به او پیشنهاد داد و داریوش به قصد ادامه تحصیل وطن را به مقصد آلمان ترک کرد. چیزی که در آلمان اشتیاق او برای یادگیری و نیز تحمل دوری از خانواده را قابل تحمل می‌کرد، محیط منضبط و استادان با تجربه و دانشجویان جویای علم آنجا بود. آلمان که تنها 12 سال از جنگ جهانی دوم فاصله گرفته بود، ویرانی بمباران در شهرهایش هنوز نمایان بود. اما با این حال آلمانی‌ها در نهایت نظم فعالیت می‌کردند و این موضوع داریوش جوان را تحت تأثیر قرار می‌داد. در دوران تحصیل در آلمان داریوش که 24 سالش شده بود، اولین شکست خود را در یک امتحان پزشکی تجربه کرد. این شکست باعث تضعیف روحیه‌اش شد. در همین زمان به دعوت یکی از دوستانش به لندن رفت. در این فاصله داریوش تلاش زیادی برای بهبود روحیه خود انجام داد. او متوجه شد که شکست‌ها همواره گامی برای موفقیت‌ها هستند.
از این رو قلم را برداشت، عزمش را جزم کرد و با اعتماد به نفس بالا و توجه کامل به جزئیات، زمان و تمامی عوامل بازدارنده برای 10 سال آینده‌اش برنامه‌ریزی کرد. بعد از اینکه از لندن بازگشت، مشغول ادامه تحصیل در علم پزشکی شد. کنار دانشکده پزشکیشان یک ساختمان کوچک دپارتمان انسانشناسی بود. بدین ترتیب از سر علاقه با این رشته آشنا شد و سرانجام این رشته را به عنوان رشته دوم خود انتخاب کرد. داریوش علاوه بر این 2 رشته به رشته روانشناسی نیز علاقه‌مند بود. از این رو وارد این حوزه نیز شد. در نهایت در سال 1969 مدرک دکترای پزشکی خود را از دانشگاه ارلانگن آلمان و در سال 1972 مدرک PhD ژنتیک انسانی خود را از دانشگاه ماینس آلمان گرفت و در سال 1991 نیز از سوی دانشگاه مونیخ آلمان به درجه پروفسوری رسید. طبق گفته‌های خودشان از ابتدا برای تحصیل در ژنتیک برنامه‌ریزی دقیقی کرده بودند و در تمام مسیر تحصیل زمینه اول تحصیل و پژوهش ایشان هم در همین حیطه و پس از خواندن رشته‌های مختلف که به عقیده ایشان تکمیل کننده بینش او برای کسب علم ژنتیک بودند، در نهایت این رشته را برای ادامه تحصیل انتخاب کردند. پروفسور فرهود در سال 1351 به عنوان یکی از فارغ التحصیلان موفق در کشور آلمان شناخته میشد و همین باعث شد شهردار یکی از شهرهای آلمان از او برای تأسیس یک مجتمع درمانی دعوت کند. اما او که میهم پرستی و عشق به ایران را از پدر به ارث برده بود، چشم بر امکانات تحقیقاتی کشور آلمان بست و در سال 1351 به ایران بازگشت و اولین کرسی علم ژنتیک را در دانشگاه تهران راه اندازی کرد. او در این باره میگوید: بنده اولین کسی بودم که با این تحصیلات و درجات علمی وارد کشور می شدم. 42 سال پیش ژنتیک در کشور ما چنین گسترده و شناخته شده نبود. تنها در همین حد بود که بدانند ترکیب یک گاو سفید با گاو سیاه نتیجه‌اش گاو ابلق است. علم ژنتیک هنوز هم ناشناخته‌های بسیاری دارد و هنوز هم مسئولین و مردم به جایگاه این علم پی نبردند. بیشک پروفسور هم برای فراگیری این علم و هم برای ترویج آن در داخل کشور به عنوان دانشی جدید سختی‌های فراوانی را متحمل شده، اما با کارهای ارزشمند خود خدمات گسترده‌ای برای پیشرفت این علم در ایران انجام داد. از آن زمان تا کنون پروفسور فرهود به فعالیت‌های پژوهشی و تدریس مشغول بوده و خدمات بسیاری در این زمینه به کشور کرده است. داریوش فرهود در بیش از 200 کلاس درس در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی تدریس کرده و بیش از 20,000 دانشجوی رشته‌های مختلف پزشکی و علوم زیستی را تعلیم داده است. در کنار تدریس در حوزه بهداشت و درمان هم خدمات و فعالیت‌های بسیاری کردند. علاوه بر اینها، پروفسور فرهود در زمینه اطلاع فرهنگ نیز خدمات ارزنده‌ای کردند که در این زمینه می‌توان به بنیاد فرهنگی فرهود و تألیف 10 جلد کتاب به نام ایران فرهنگی اشاره کرد. بنیانگذار و رئیس کلینیک ژنتیک در تهران از سال 54 تا کنون، استاد مدعو در مرکز کودکان محلول ذهنی در دانشگاه مونیخ آلمان از سال 69 تا 70، کارشناس رسمی رشته ژنتیک انسانی در سازمان جهانی بهداشت در ژنو از سال 55 تا کنون، عضو کمیته اخلاق در ژنتیک پزشکی در سازمان جهانی بهداشت در ژنو از سال 73 تا 80، عضو پیوسته و دائمی فرهنگستان علوم جهان سوم در تریست از 1375، عضو کمیته ملی اخلاق زیستی در کمیسیون ملی یونسکو در ایران از سال 82 تا کنون، عضو پیوسته و دائمی فرهنگستان علوم پزشکی ایران در تهران از سال 85، کشف و گزارش گونه جدیدی از ترانسفریان انسان در سال 67، کشف و گزارش یک بیماری جدید ژنتیکی به نام مولتیپل سینوستوزیس شدید در یک دودمان بزرگ ایرانی در سال 78. همچنین بنیاد فرهنگی فرهود از سال 54 فعالیت خود را آغاز کرده است و در سال 95 به ثبت رسمی رسیده است. هدف اصلی این بنیاد ارتقاء سطح فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی میباشد. استفاده از تجربیات دانش آموختگان و علاقه‌مندان به علوم پژوهشی برای افزایش سطح معلومات جامعه، ارتقاء سطح دانش و بینش عمومی، اعطای جایزه و نشان علمی، فرهنگی و آموزشی بنیاد به دانش آموختگان و حمایت‌های مالی از علاقه‌مندان، دانش آموختگان و نخبگان آموزش متوسطه و عالی کشور برای اعتلاء اهداف علمی، فرهنگی و هنری بخشی از اهداف بنیاد میباشد.
ناگفته نماند که پروفسور فرهود از همان ابتدای نوجوانی به شعر و فرهنگ و هنر علاقه زیادی داشتند. اشعار شاعران بزرگ همچون فردوسی، مولانا و حافظ و از اشعار سعدی استاد سخن در تکالیف مدرسهشان همچون نوشتن انشاء بهره می‌گرفتند. وی به تاریخ و گذشتگان نیز علاقه فراوانی داشتند. هنر را با جان و دل دوست می‌داشتند تا جایی که نواختن آلات موسیقی همچون آکاردئون، ارگ، فلوت و جاز را با عشق تمام یاد گرفتند. پروفسور فرهود همچنان بدون خستگی و با استقامت و سرزندگی چون سرو در حال خدمت به کشور خود است. پروفسور داریوش فرهود الگوی مناسبی برای جوانان و نوجوانان جویای علم در این عصر بحران بی‌هویتی است، چرا که نمونه‌ای کامل از علم دوستی، میهن پرستی و شرافت است. با آرزوی سلامت و سربلندی هرچه بیشتر برای ایشان. داریوش فرهود معتقد است آنها که همیشه پا روی جای پای دیگران می‌گذارند، هرگز جای پایی از خود نخواهند گذاشت. و اونجا حالا به گفته اونایی پزشک بی‌نظیری برای اونا بودم، به طریقی که خود عرض کنم که در اونجایی که من زندگی بالای یک کوهی بود مشرف بر اونجا، اصلا منظره بی‌نظیری که اصلا تو عکس میشه تصویرش دید. شهردار اومد، من گفتم ما به شما زمین مجانی میدیم، تسهیلات هم میدیم، اینجا هر ساختمون رو بسازیم و بمونید برای شهر ما، شما پزشک ما هستید، افتخار ما هستید. من گفتم نه، من ترجیح میدم دارم در میهن خودم خدمت کنم. بعد در سال 1350 چه خطرها کرده ایم، که ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. جناب پروفسور تشریف آوردن، خیلی مقدم عرض میکنم خدمتتون جناب پروفسور و عذرخواهی میکنم بابت کیفیت اینترنت کشور. ویدیو واقعا کیفیتش خیلی بهتر بود ولی متاسفانه یکم چیز بود. بچه‌ها ما بعد از برنامه حتما ویدیو رو در خدمتتون قرار میدیم. جناب پروفسور باعث افتخاره که من دارم با شما صحبت میکنم. خیلی مقدم میگم خدمتتون و به همه ما افتخار دادیم. من تا جایی که بشه میخوام خیلی کم صحبت کنم و شما برای ما صحبت کنید. اول اگر به ما افتخار بدین یک بیوگرافی از خودتون، تحصیلاتتون و افتخاراتتون رو به ما بگین، بسیار بسیار ممنون میشم جناب پروفسور. خب بندم خدمت همه دوستان عزیزی که دارن صدای بنده رو میشنون یا خود بنده رو میبینن از سلام و ارادت دارم. از خود جناب عالی هم خیلی سپاسگزارم که این زحمات رو دارید میکشید. واقعا شما منو زمانی میتونید حس بکنید که خودتون در سن 83 سالگی باشید، انشالله تا اون وقتم همینطور خدمتگزار کشور باشید. بعد ببینید که یه عده دوستان جمع شدن و میخوام با شما صحبت بکنم. این حالت خیلی قشنگی است. البته واقعا دارم بگم بنده بی‌مهری به من نشده، طوری نبودی که من تا جایگاه خودم رو نداشته باشم، اینطور نیست. ولی خب میتونست بیشتر از این باشه، میتونست در میهن خودم بیشتر از این جایگاه رو من داشته باشم و به عنوان خدمتگزار راحت‌تر این راه رو طی بکنم. از قدیم گفتن آنچه از علم بالاتر است تجربه است. البته یک کسی یه قدری علمی داشته باشه، یه قدری هم تجربه داشته باشه، وقتی که میتونه برای دوستان جوانمون یه الگو باشه. شما کار بنده رو خیلی راحت کردید از اینکه کلی از کارهایی که بنده انجام داده بودم از این سفر 83 ساله بنده کلی فرمودید، من رو راحت کردید، ولی بعضی قسمت‌ها رو من میتونم بهش اضافه بکنم. اولا بنده خواستم از ابتدا سخنم رو با
به نام خداوند بخشنده مهربان شروع بکنم. من تکیه دارم رو خداوند بخشنده مهربان، رو بخشندگی و مهربانی خداوند تبارک و تعالی، زیرا که ما در قرآن کریم اگه اشتباه نکنم 112 سوره داریم که همه اونها با همین پیام الهی شروع میشه و گویا فقط یک سوره است که بدون بسم الله الرحمن الرحیم است. خب این حتما باید یک موقعیت خاصی بوده باشه. خداوند خواستن همه جا با همین کلام شد، بلا خداوند تبارک و تعالی اسامی مختلفی براشون مفروض هست، چرا بعد این تکیه میکردم؟ حالا اگر خواستید بنده بیشتر بعدا توضیح میدم براتون، توضیح بخش به عنوان علوم انسانی نه که آوردن گفتند همچین چیزی، یعنی داستانی نیست، علمی براتون میگم چرا بخشندگی و مهربانی اینقدر مهمه. متاسفانه ژن بخشندگی و مهربانی در جهان داره روز به روز کمتر میشه، ژنش داره کمتر میشه. البته من مسئول چه میدونم آمریکا نیستم که اونجا بیرون مردم به رگبار میبندن، مسئول فرانسه هم نیستم، مسئول انگلستان، مسئول هیچ جا نیستم، ولی در قبال میهن عزیز خودم یه احساس مسئولیت میکنم. ما هم در اینجا به خشونت رو آوردیم. حالا چه خشونت هایی که چه میدونم یک زمینه های شاید میهنی هم داشته و چه خشونت هایی که بالاخره بعضن بر این اسب سوار شدن عده‌ای و الان هم میبینیم که چقدر خشونت رایج است. به هر صورت این خشونت، حالا بیم من به عنوان یک دانشجوی ژنتیک، عیبش در اینه که این خشونت داره با مکانیزم اپیژنتیک وارد زیربنای ژنتیکی ما میشه. یعنی من فکر کنم که شاید همینطور اگه پیش بره و با همه بجنگیم و با همه مخالف باشیم و همه رو دشمن بداریم و خودمونم با هم همینطور باشیم، من فکر میکنم نه برای ایران تنها، برای همه جهان داره رو به خشونت میره، از اون جهان آرام داره میاد بیرون و اپیژنتیک داره این رو در داخل ژنتیک ما خواهد برد و این یک عیب بسیار بزرگی است. البته من سخنمون رو با این کلام شریف شروع کردم، خداوند بخشنده مهربان، ولی پیش از هر چیزی میخواستم من روز گرامی دانشجو رو به همه شما عزیزان تبریک عرض بکنم. واقعا یک جامعه‌ای، درست میگن که جامعه هر انسانی سوشال کاپیتاله، یعنی سرمایه اجتماعی هر انسان، هر کسی، جوانها به خصوص، برای اینکه بنده دیگه یواش یواش همینقدر مگر برای شما صحبت بکنم، ولی شما در واقع این هستید که باید بیایید و بسازید این کشور رو، ادامش بدید و به خصوص اگر دانشجو باشه، حالا جوان سبزی فروش و جوان چه میدونم کارگر ساختمانی هم جوانه، اونم فرق نداره، از نظر حقوق اجتماعی فرق ندارن، ولی بالاخره شما سازنده هستید، شما باید بسازید و واقعا دانشگاه ها باید در رأس اموری که به دانشجویان یاد میدن اون هویت ملی باشه. این کلمه هویت ملی در از این 30-40 سال گذشته بهش خیلی بی‌مهری شده، هویت زدایی شد. دانستی یا ندانسته دشمن نبودن، دوستان نادان هویت زدایی کردن. ایرانی تو کشور خودش، خیلی جوونا میبینید تو کشور خودش غریبه، اینجا خانه خودش نمیدونه. خب چطور توقع داریم بمونه خدمت کنه؟ عیب از من بوده، من نتوانستم در دانشگاه به عنوان یک معلم به بچه ها در رأس امور هویت ملیش بهش بگم، وطن پرستیش بهش بگم. من یادم میاد در اون، حالا بعضیا گفته از این میکنن که اون از 1300 تا 1320 میگن اونا که همه رفتن خارج و درس خوندن چیز کردن، همه برگشتن خدمتگزار بودن. بله واقعا این هویت ملی بسیار اونجا فشار روش بود، خیلی، یعنی هر کس برمیگشت و میخواستن رو دست هم بلند شدن در خدمتگزاری.
مثل آدم تو خونه خودش یه عروسی یه خویشاوندی هست، هر کی میخواد بیشتر کار بکنه، ولی وقتی عروسی غریبه باشه خب میگیره میشینه چاییشو میخوره، چی کار داره با این کار؟ ببینید این خیلی مهمه. حالا دوستان مرحمت فرمودن، به بنده افتخار دادن، شاید یکی از قشنگترین زیباترین روزهای زندگی من الان باشه. یکی امیدوارم بازم من در خدمتتون باشم، ولی علتی که این کار رو کردن روش صحیح بوده. بنده شاید صحیح نبودم، اما روش صحیحه که بیان یک اشخاصی رو به عنوان کسی که مثلا در یک راهی قدم گذاشته و موفق بوده الگو قرار بدن. ببینید الگو گذاشتن در همه چیز، چه در علم، چه در کوشش، چه در وطن پرستی و چه در اخلاق. الگو قرار دادن یک کار به اصطلاح حفظ کردنی نیست. یعنی الان کسی حاضر نیست از رستم و افراسیاب و سهراب و اینا الگو برداره، میگه من ندیدم اینا داستان، من از کجا بدونم درسته؟ من اگه هی از پدر خودم تعریف کنم میگم از کجا بدونم درسته؟ این که چیز نیست. اما وقتی میگن یک کسی به نام داریوش فرهود نشسته اینجا بعد از 83 سال داره خدمت گذاری میکنه، خب میگن که زنده است، ما میبینیمش. این حرف از جای دیگه نیامده، این ملموسه برای ما. اصلا این خدمتتون بگم تمام علوم، حالا علوم نظری و اینها بماند، اونا رو باید نگاه کرد، باید دید، ولی اصلا خود فیلسوفی علوم، فلسفه علم و خود اخلاق و خود میهن پرستی، همه اینا رول مدلینگه. یعنی کسی باید وجود داشته باشه و دیگران اینو ببینن، تقلید کنن از این. من یادم میاد در مثلا صحبت از این بود که اخلاق پزشکی چند واحد باشه، حالا 2 واحد باشه، 3 واحد باشه، به کیا بگن اینا. گفتم این انقدر مهم نیست که شما برای این دانشجو چند واحد درس چی بگی، اصلا درس مهم نیست. به جای اینکه بیاید برای دانشجو درس اخلاق پزشکی 2 واحد درس بذارید که اون بیاد یه چیزی حفظ کنه به شما بگه، اون اثری نخواهد داشت. اون حفظ کردن شعره، همه اشعاره. شما باید به اون رول مدلینگ بگین، الگوی تقلید بدید. این صفات خوب تقلید کردنیه، خواندنی نیست، حفظ کردنی نیست، تقلید کردنیه. شما به جای اینکه بیاد دانشجو رو 2 واحد درس اخلاق بهش بدید، بنده معلم رو باید بیارید به بنده یه دوره اخلاق درس بدید که آقا این کار بکن، شما سر کلاس اینجور باش، اینجور وقت شناس باش، اینجور بچه‌ها رو دوست بدار، اینجور بچه‌ها رو با مهربانی باشون رفتار بکن، اینجور خودت زحمت بکش تا اونا ببینن، اگه که برای تصحیح تو میدن وقت بذار براش. خب اینا رو یاد میگیره، اینا رو باید یاد بگیره. اصلا قرار نیست چیزی حفظ بکنه. اگر قرار بود اینطور باشه که شما میتوانستید از تمام این گفته ها و خوانده ها و شنیده ها فربه بشید و چیز یاد بگیرید، اصلا احتیاجی به بنده نبود که الان که در فضای مجازی همه چیز، یعنی اون چیزی که از بنده هست در واقع این نیست که من چقدر علم دارم، من دیگه علم ندارم، در مقابل اون مجموعه از علوم که در اینترنت در فضای مجازی شما میتونید پیدا بکنید. اصلا دانشمند یک ذره است. دانشمندان از اون روزی که یه چیزی کشف میکنن از فردای اون روز شروع میکنن بی‌سواد شدن، هی بی‌سوادیشون بیشتر میشه، چون علوم همینطور رو به پیشرفته. چون در هر چیزی، در ژنتیک همینجوری یه علم خیلی دینامیک و پیشرویی است، با شتاب علم ستاره شناسی همینطور، علوم دیگه هم همینطورن. حالا بعضی از علوم مثلا میگید که خب آناتومی بله مایچه‌ها تغییر نکن، تعدادش یکیه و نمیدونم استخوانم تعدادش زیاد نشده، کم هم نشده، اما خب هیستولوژیش فرق کرده، بیوشیمی داره فرق میکنه، بیوفیزیک فرق میکنه. ببینید همه علوم در حال پیشرفتن. در نتیجه شما باید رول مدلینگ داشتین، یک مدل برای خود داشتین. اول مدل داشتن این است که یه شخصی موفق بوده و موفقیتش هم در مال‌اندوزی نبوده. مثلا شما یه کسی آمده میگه که ایشون آمده در عرض یه جوانی است، مثلا فرض کنید 28 29 سالشه،
ماشاءالله ماشاءالله وقتی دیپلم گرفت الان حدود 6 تا خونه داره، باباش هم چیزی نداشت و چه میدونم چند تا ماشین داره. عجب آدم موفقی بوده. خب این موفقیت نیست. برای خودش به دست آوردن موفقیت نیست. اینو آدم حتی شک میبره این از کجا آورده، آخر از کجا آورده اید؟ اگر میومد در یک کاری، اگه میرفت این رو مثلا یک فرض بکنید یک کارگاه کوچک دانش بنیانی شروع میکرد، یک کاری درست میکرد، اگه میومد یه خاربار فروشی درست میکرد، اگه میرفت یعنی کاری میکرد که برای مردم این مدل بمونه، برای مردم اینو یاد بگیرن ازش، یعنی اونو بعد از این یاد بگیرن. من وقتی که سر کلاس بودم برای دانشجوامون درس میگفتم، همون اول جلسه میگفتم ببینید اگر شما فکر کردید که من اومدم سوالات شما رو پاسخ بدم، کاملا اشتباه کردید. من نمیتونم سوال شما رو پاسخ بدم، اصلا برای این نیستم. الان من برم امتحان کنکور برای ژنتیک بدم، بدون تردید رد میشم. علم اینقدر شتابان داره به پیش میره. من آمدم در شما سوال ایجاد کنم. این خیلی مهمه. روش‌های تحقیقاتی ما، روش‌های آموزشی ما هیچ کدوم انگیزشی نیست، حفظ کردنیه. فقط حفظ بکنه دانش آموز دانشجو. یعنی این بلد نیست از خودش یک سوالی طرح کنه چرا اینطور شده. این خیلی مهمه. یک مقاله توی مجله آمریکایی نگاه کردم، بعداً به فارسی هم یکی ترجمهش کرده بود. آمده بود 3 تا عکس انداخته بود، یکی نیوتن بود، یکی داروین بود، یکی هم انیشتین. اینا رو گذاشته بود و زیرشون نوشته اینا هیچ کدوم جینیوس نیستن، اینا ژنی نیستن. خود مجله آمریکایی نوشته بود. بعد توضیح داده بود، گفته اینا فقط کین ابزرورن، فقط افرادی هستن بسیار کنجکاو، نکته سنج. شما فکر کنید 1,000,000 سال سیب از درخت میافتاده، هیچ کم به خودش نمیگه چرا سیب میفته پایین. پس چیکار کنه؟ پس بره بالا افقی بره، خب سیب میفته پایین دیگه. نیوتن از خودش پرسید چرا سیب پایین میفته، چرا به هوا نمیده؟ این کنجکاوی باعث کشف قوه جاذبه زمین شد. این همین حرف رو برای عرض کنم که نیوتن هم، برای داروین هم زدن و برای آنیشتین هم زدن. البته بقیه دانشمندان هم همینجا. این چرا گفتن مهمه. چرا؟ یعنی ما تو خارج بودیم همه بالای میزمون نوشته بودیم چرا به زبان آلمانی نوشته بودیم، اونم یکی دیگه هم به زبان انگلیسی می‌نویسه برای خودش. چرا؟ همه چی چرا داره. در حالی که در آموزش سنتی قدیمی ما چرا وجود نداره. اصلا چرا نداره. شما حتی در مذهب، در دین، از هر کی بپرسید میگه آقا چرا نداره، همینی که هست. در حالی که اینطور نیست. همه چیز چرا داره. اونا از عهده گفتارش بر نمیان، خودشون ما راحت کنن، میگن همه چی اطاعتیه، اطاعت محض. اینطور نیست. اونهایی که یه چیز رو فقط ساده قبول میکنن خیلی هم ساده از دست میرن. برای وقتی کسی با کنجکاوی به معقول رسیده باشه، وقتی که منقول نیست براش، اون به این سادگی هم اون رو از دست نمیده. به هر صورت میخوام عرض کنم که چه بنده کمترین، چه دیگران که اسطوره‌های خوبی هستن، هر کی در علم خودش، در کار خودش آمده و خدمت کرده، کاری رو بنا نهاده، اینا نمیخوام بگم قابل احترام، ولی قابل دلجویی هستن که بدونن که شما راهتون اشتباه نبوده، بی خودی هم تا اینجا نیومدید و این از این لحاظ مهمه. ببینید مسئله بعدی این است که شما باید برای خودتون از اون ابتدا یک برنامه‌ای داشته باشید. من باور بکنید اینجا در بیوگرافی ذکر شد، خواستم براتون بگم، حالا خیلی بهتر اینجا عنوان شد. من دنبال این نبودم برم درس بخونم بعد بیام اینجا بیام با من چیکار داری؟ یه جایی یه چیزی میزی تلفنی نداریم به من بدیم بشینم؟
من خودم برای خودم کار ایجاد کردم. شما باید برنامه داشته باشید. تمام آموزش از دبستان گرفته تا میان در دانشگاه، همشون فقط میاد درس میخونه، نمیدونه چرا، هدف نداره. وقتی میاد بیرون تازه دنبال کار میگرده، در حالی که در خارج اول هدفش معلومه که بعد میاد اون درس میخونه. خب مثل اینکه مثلا شما مثلا فرض کنید که میخواید یه گوشی خونتون رو بسازید، اول باید فکر کنید این گوشه رو من میخوام یه دونه چیز بگذارم، یک مثلا کمدی بگذارم، بعد برای اون کمد کار میکنید، درسته؟ ولی یه عده میان اول اونجا رو اول به اصطلاح شاه رو نمیکنن، اول میان همینجوری درس منار میدوزن، بعد رو دوششون رو نمیدونن چیکار بکنن. هدف برای خودتون داشته باشید. هدف داشتن، هدف گذاری کردن یک مسئله بسیار مهمی است که این باعث میشه که افراد وقتشون تلف نشه، بدونن دنبال چه کار میخوام برن. من در مورد که داشتن از خانواده میگفتن، ببینید اصلا ما کل آموزش پرورش رو هی مطالب مختلفی یادم میاد، هی در هم میشه. یکی این که متاسفانه ما آموزش دانشگاهیمون هنوز دانشگاهی نسل اول، حد اکثر دوم. نسل اول آموزش محور بود، مثل فرض کنید که همون اولین دانشگاه ما در واقع دارالفنون بود دیگه، بعد اومدن دانشگاه تهران جای دیگر درست کرد. خب یعنی آموزش محور بود. به نسل دوم پژوهش محور شد. حد اکثر ما پژوهش محوریم، تازه اونم نیستیم، به خاطر که کدوم پژوهش میاد در تولید، در از صنایع ازش استفاده شه. پژوهش واقعا جداگانه نیست، میذارن گوشه کتابخونه، اونا هم برای خودشون کار خودشون میکنن. پس پژوهش محورم نیست. پژوهش در حاشیه به عنوان بای پروداکتی برای خودش میاد بیرون. ما هنوز دانشگاهی نسل سوم و چهارم و پنجم رو تجربه نکردیم. ما چه نسل سوم و چهارم و پنجم نداریم دانشگاه. وقت این هم از جوانمون انتظار داریم. خب انتظار به جاست، دوست وطن پرست باشن، بهشون هویت نمیدیم، بهشون اون فضا رو نمیدیم. درسته که من میگم اگه دختر فرض کنید میگم دختر فراریه، من دختره رو نمیگم بازخواست کنم، اول پدر مادر رو بازخواست. تو چیکار کردین دختر؟ واقعا محیط آرام و پر محبتی بود، و محبت پدرانه، محبت مادرانه وجود داشت، یه رفاه نسبی وجود داشت، هیچ کس ترجیح نمیده بلنشه بره بیرون. هر کی ترجیح میده تو خانه خودش، یک امکانات کمتری داشته ولی تو خانه خودش باشه. بله، داشتم این عرض میکردم که درسته که پدر بنده، عموی بنده، اینا اهل فضل و ادب بودن. یکشون که پزشک بود، عموی بنده. پدر بندم استاد ادبیات فارسی و عربی و فقه به خصوص بود. یک شخص بسیار با ایمان، مذهبی نمیگم، من مذهبی بودن از با ایمان بودن به بخشی جدا میکنم. یعنی به این نتیجه رسیدم اینا از هم جدا هستن. بنده به ظاهر آدم مذهبی نیستم، ولی اونهایی که بنده رو میشناسن بنده رو جزء با ایمان ها قرار میدن. ایمان یک زیور درونی است، یک نور خدایی است، ولی خیلی کسایی دیگه این نور خدایی رو ندارن، اما ظاهر قضیه رو شنگ شیون میکنن. به هر صورت ببینید، چیزی که مهم هست این است که شما برای کار خودتون درسته که یک دستمایه‌ای، یک بنمایه‌ای از ژنتیک با خودتون میارید، ولی این باید همراه با محیط مساعد باشه. ولی به قول حضرت سعدی، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، باران همون بارونه. در دشت لاله روید و در شوره‌زار خس. تمام این هوش‌های بسیار
ارزشمند. من در مطالعاتی بسیار زیاد کردم، 34-35 کشور دنیا رو من با چشم جان، چشم دل گشتم، دیدم، اینها رو مقایسه کردم. ایران یکی از باهوشترین مردم جهان، یکی از هوش. الان کاری که در فساد و فتنه و از همین کار که تو روزنامه بخونید، یعنی کارهایی که به فکر کسی نمیاد. ای کاش این ژنشو، این فکرشو تو کار دیگه‌ای گذاشته بود. اصلا یه همچین کسی رو واقعا نباید گذاشت که بیاد در علم قرار بگیره. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که افتد علم را ناکس به دست. اگر افراد ناکس، افراد بی ایمان بیان صاحب علم بشن، بسیار خطرشون بالاتره. اگر یک مثلا فرض بفرمایید یک سپوری، یک کسی که رفتگری یه جوری درست تمیز نکنه، یه دونه برگه و یه مقدار کاغذ اونجا ریخته باشه، اتفاق عجیبی نمیفته، بعد یه دوری که باید تمیز کرد. اما اگر این اشتباه در یک وزیر رخ بده، میتونه خانمان برانداز باشه، یک برنامه رو بیاره، مردم هم اعتماد کنن و فکر کن چی از توش در میاد. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که افتد علم را ناکس به دست. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. عرض کنم که پس اینو به شما گفتم که درسته که گوهر یا جوهر یا همون ژن، ذات، اون باید خوب باشه، ولی ببخشید ولی محیط هم باید مناسب باشه. محیط باید مناسب رویش اون گل باشه. اگر محیط مناسب رویش مثلا گل ارکیده نباشه، گل روز نباشه، گلای روز همه خاموش میشن، از بین میرن، به جاش قارچ میاد از زمین بیرون. و من مسئولم، تقصیر من بوده. من درست به نسل جوان اینو منتقل نکردم که چه کار باید بکنم. من میخوام خویشتن‌داری بکنم از اینکه کارهای هفته تکراری نزده باشم برای شما. مسئله ژن و محیط بحثات برای من خیلی مهمه. الان کاری هم دارم رو همین فکر میکنم و نوشته هایم در این زمینه هست و اینجا گفته شد که من قسمتی از تحصیلاتم در دبیرستان راهنما بودم، قسمتی در دارالفنون بودم و فارغ التحصیل البرز. در نهایت هر سه تا مدرسه بنده رو خدمتگزار خودشون میدونن و کاملا هم درست گفتن، اشتباه نیست. من خدمتگزار همه جا هستم، من یه سرباز وطنم. باور بکنید این آهنگی شما انتخاب کرده بود از زنده یاد نوری بسیار آهنگ جالبی است و بعداً همین ما برای اینکه ایران به اینجا برسه رنج دوران برده. بنده رنج دوران بردم. مسلم من این حق اجتماعی دارم، یه جاهایی اگه ایرادهایی میبینم بگم. من رنج دوران بردم تا ایران در اینجا قرار گرفته. نمیتونم بی تفاوت ازش رد بشم اگه کوتاهی ببینم. به هر صورت اینا رو فرمایش کردن و خوب فرمودن چطور بود، چه کار شد و جایی برای شاید این چیز نباشه سرتون درد نیارم. بله وقتی بنده برگشتم به ایران، البته اتفاقی نبود، دانسته من برنامه‌ریزی کرده بودم، میدونستم میخوام برگردم به ایران و چه کاری بکنم. دقیقا میدونستم میخوام برگردم به ایران، یک گروهی به نام گروه علمی آموزشی و پژوهشی ژنتیک انسانی و انسانشناسی تو دانشگاه تهران میخوام درست کنم. اصلا به این برنامه‌ام این بود. مثل که شما یه مقدار پول محدود یعنی عمر محدود در دست دارید، میرید تو بازار اما نمیدونید چی میخواید بخرید با این پولتون، چون هدف ندارین پول صرفه کاری بیهوده میکنید، بعدا به یه چیزای بزرگی میرسین که پول ندارین بخرید. پول، سرمایه همون عمره. شما دوستان عزیز
همه چیز رو میتونید آرزو بکنید و احتمالا میتونید بهش برسید. یعنی محال نیست. یعنی شما فرض کنید یه جا میرید یک برجی ساختن 30 طبقه، 30 طبقه یک برج. از دلتون آرزو میکردید که ای کاش مال من بود. بله نمیشه به این، ولی میتونست. یعنی غیر ممکن نبود. یه کسی میگه آقا این پول بگیرید این برج مال شما. یعنی هر آرزویی شما داشته باشین از نظر نظری تئوریتیکال امکان پذیره، جز اینکه شما زمان رو نمیتونید به دست بیارید. زمان و اون عمری که میگذره تمام شد. حالا قدیمی‌ها اینطور نمیگفتن، میگفتن هر دردی درمانی داره جز مرگ. مرگ یعنی پایان زمان دیگه، اون زمان که آدم دیگه رفته نیست. در 2 مرحله است که دوستان عزیز جوان بنده، 2 مرحله است که انسان خیلی باید کار بکنه. خیلی. یکی در ابتدای راه مثل شما که باید خودتون ثابت بکنید، خودتون به خودتون ثابت بکنید، به میهنتون ثابت بکنید که من هستم، من آماده خدمت گذاریم. اول جوانی خیلی مهمه شما خدمتگزار باشید، ثابت کنید و قله های از کم که دانش و خدمات رو به سرعت برید بالا. یکم در آخر خط مثل بنده دیگه چیزی نمونده، لذا آدم سعی میکنه هر کاری میتونه بکنه، چیزی نمونه که بعداً اون لحظات آخر با خودش بگی که حیف شد من نتونستم این کار انجام بدم. من این رو به دیگر دوستان گفتم، به شما هم دارم میگم، من وقت خصوصی ندارم، پرایوسی ندارم. وقت حرف زدن و گردش رفتن و مهمانی رفتن و شاید سالی یه دونه عروسی اگر جای خیلی اصرار بکنن برم. شاید بنده مثلا در مهمانیایی مثلا واقعا سالی 2 بار دعوت دارم. من از صبح تا شب دارم کار میکنم، روزی 15 ساعت کار میکنم، حتی روز جمعه. روزای جمعه بی برو برگرد من 15 ساعت کار میکنم. میخوام عرض کنم که اینا برباد رفته نیست. هر صحبت خدمتون. جناب پروفسور ببخشید من میپرم تو صحبت. بفرمایید. راز این انرژی چیه؟ من خودم به عنوان نماینده نسل میان سال کشور واقعا مردم رو خموده و افسرده میبینم و واقعا بیش از چند ساعت نمیتونن، یعنی در خوشبینانه ترین حالتش، فعالیت داشته باشن. این راز این فعالیت، این انرژی چی هست؟ هدف گذاری. شما اگر قرار باشه در یه دریایی همجوری شنا کنید، خیلی هم شناگر خوبی هستید، مثلا فرض کنید که 50 متر 100 متر خسته میشید چون هدفی ندارید. ولی اگه شما هدف بسیار ارزشمندی داشته باشین، در 200 متری باشه، میرید به هدف برسید. وقتی هدف گذاری ها رو شما میتونید در 100 متر بذارید، 200 متر بذارید، همینجوری اهدافتون برجا. هدف، انگیزه بسیار مسئله مهمی است. حالا بعضی انگیزه هاشون برای پول در آوردن میذارن، حالا اونم انگیزه است، واقعا انگیزه است. اگه نداشت که اینقدر پول در میاد، به شرطی که با فساد نباشه. ولی خب انگیزه است. بعضی انگیزه‌شون مثل بنده در خدمت گذاری میذارن، در اینکه بنده بیام خدمت بکنم به دیگران، چی بکنم این کار بنده باشه به این طریق. این هم انگیزه باید باشه. مثل اینکه شما فرض کنید که یک عرض کردم عروسی باشه، عروسی برادرتون باشه، عروسی حالا عروسی خودتون که دیگه نمیتونید، بلکه انقدر مشغولیت دیگه دارید که نمیرسید کار کنید. بعد برادر خواهر چطور با انگیزه، من که برای خودشون برنامه دارم. برنامه بسیار چیز مهمی است. هیچ که برنامه نه. من برنامه سالانه دارم، برنامه 10 ساله دارم، برنامه ماهیانه دارم، برنامه روزانه دارم. اگه شما بدونید همین امروز من چه کارهایی انجام دادم، باور بکنید. یعنی من وقتی نگاه میکنم اون کودک درونیم به من کمک میکنه و اونم با برنامه است. برنامه داشته باشید. برنامه با آرزونامه فرق میکنه. اون برنامه که من وزیر و وکیل میدم، اون آرزونامه است. حالا یا واقعا خیال میکنه این کارو میکنه، یا داره به بنده و شما یه چیزی میگه.
اما برنامه اون چیزی است که به اضافه منهای 5% عملی بشه، یعنی تمام امکاناتی که ممکنه اون به هم بزنه اون شما از میان برداشته باشید. من سعی میکنم که زیاد چیز نکنم. من یادم نره این خدمتتون بگم، نمیدونم چقدر وقت دارم، پر حرفی نکنم، بنده رو راهنمایی بفرمایید که کی باید ختم عرایض زمان جناب شد. پروفسور، ما تماما گوش به حرفای شما هستیم. تا هر زمانی که برای خودتون مقدور باشه ما سرتاپا گوشیم. فقط بحث قرنطینه و اینها مشکلی برای شما پیش نیاد، من واقعا دارم بهترین لحظه عمرم رو میگذرونم و مطمئنا همه بچه ها همینجوری هستن و واقعا چیزهایی رو داریم میشنویم که باید خیلی وقت پیش میشنیدیم. بله، عرض کنم که خب هیچ وقت دیر نیست. It's never too late. بنده وقتی که تحصیلاتم انجام دادم اومدم به ایران، خب به عنوان یک کسی که صاحب کرسی بود و چنین تحصیلاتی تا اون زمان سابقه نداشت. الان MD PhD خیلی زیاد شدن، حالا یه مقدار سوری آمدن تو، یه مقدار توصیه آمدن، رانتی آمدن، هرچی دستشون درد نکنه. ولی به هر صورت بنده این رو فکر کنید، بنده 63 سال پیش رفتم آلمان، 50 سال پیش با این کوله بار برگشتم به ایران. خب برای ما اتاقی تهیه کردن، جایی تهیه کردن، رئیس بخش، همه حرفا، و برابر رسمی هم که بود آمدن و خواستن که ما عکس شاهنشاه هم بزنیم بالا سرمون. خب من اصولا هیچ وقت اعتقاد به عکس زدن بالا سر نداشتم، اون وقت نداشتم، الانم اعتقاد ندارم که عکس کسی بالا سرم باشه. و میخواستم البته این کار خیلی 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 رایجی هم هست در ژاپن هم، بخصوص جاهایی که به طور پادشاهی سلطنتی اداره میشن، مثل ژاپن و فرض کنید که انگلستان و سوئد و نروژ و دانمارک و هلند و بلژیک و همه اینا همینطورن. یه عکس ثابت دارن، اون عکس اون عرض کنم که پادشاهشون بود. اصلا خاصه عجیبی نبود، ولی من خب دوست نداشتم، عرض کردم هنوزم دوست ندارم زیر عکس کسی وایسم و حرف بزنم. یعنی دوست ندارم کردیت کارت کسی دیگر من خرج کنم، یعنی من زیر عکس یه نفر بشینم و هر چی دلم میخواد بگم، اونم چون زیر عکس اونم دیگه همه چی حله. اینطور نیست. من برای اینکه بیام این کار نکنم، اون زمان گشتم با یکی از دوستان که خطاط بود و خدا رحمتش بکنه، حدود چند روز پیش فوت کرد. شخص خیلی صاحب نام بود، هم خطاط بود هم مینیاتوریست بود. یاد نیکی ازش کرده باشم، سهرابی، مصطفی سهرابی، شاگرد بهزاد بود، اسم پسرش هم بهزاد داشت. اونم بسیار آدم با ایمانی بود. عرض کردم من مذهبی نیستم ولی با ایمانم. اونم همینطور. بهش گفتم که تو دانشکده بهداشت بود، گفتم من چی کار بکنم، میخوام یه چیز دیگری بزنم بالا سرم. بالاخره من گشتم یک متنی از مولا علی پیدا کردم که در این متن رو ایشون برای من نوشت با خط بسیار خوش، من هنوزم دارم، حالا قرار شد برای هر کی در اختیارشون میگذارم. متن این بود: بار خدایا قدم‌های مرا استوار، چشم‌های مرا بینا، بازوان مرا توانا، گوش مرا شنوا. همه این موهبت‌های خداوند رو برای خودش خواسته بود. در پایان نوشته بود که این همه را در راه مردمی که بین اونا زندگی میکنن به کار ببرن. خدمتگزاری. اگر بچه‌های ما هویت ملی نداشتن، ما ایرانی هستیم، مسلمان هستیم، ولی کسایی هم بین ما هستن زرتشتی، کسایی هستن که یهودی هستن، کسایی هستن که ارمنی هستن، آسوری هستن، بسیار برای من مقدس ادیانشون، ولی ایرانی هستن. ما برای ایرانی بودن اون باید زحمت بکشیم، نه که من مسلمانم. نه، الان تمام جنگایی که دارن میکنن متاسفانه در 8-9 کشور مسلمان همه دارن همدیگر میکشن. کیا؟ مسلمان داره مسلمان میکشه. ولی میهن پرستی چیزی دیگری است. به هر صورت میخوام عرض کنم که این شیوه من بود، آغاز من که وارد شدم بعد از
16 سال تحصیل از آلمان آمدم ایران، این بالا سر من بود، این دستور کار من بود. هر شود که اگر پدر یک علم میگن، البته بنده خودم رو شاید لایق مسئله ندونم، اما داستان از اینجا شروع شد. یک خانم به نام خانم پروفسور برنادت مدل، ایشون کارشناس سازمان جهانی بهداشت بود، همونجا که من بودم من اونجا کار میکرد، بارها هم اومد به ایران برای مدل کار اینا. خب دیدید در ایران اون زمان، حالا 50 سال پیش، خب با من روبرو با من کار میکرد. بعد جاهای دیگه هم میدید، فکر میکرد دیگه کسی اینجا نیست و او در یکی از جلسات سازمان جهانی بهداشت این مسئله مطرح کرد و اصلا پدری علم بودن خودش یه کرایتریایی داره، یه شاخصایی داره، یعنی هر کی هر چیزی نباید بگه، نمیتونه بگه. حالا این رو اگر گفتن حتما دلایل خودشونه، ولی من بیش از هر چیزی خدمتگزارم. یک جمله من همیشه برای همه دوستان میگم، این جمله رو اجازه بدید برای شما هم بگم. من میگم که سرمایه و ثروت موجب قدرت است، دانش موجب شهرت است، اخلاق موجب محبوبیت است، اما خدمتگزاری به میهن، حالا اگه جامعه بشریت هم بگیریم، خدمتگزاری موجب ابدیت است. ابدیت دیگه از قدرت و از کم شوکت و ثروت و شهرت و همه اینو میگذره، ابدیت است. کسانی ابدی شدن که خدمتگزار بودن. سعی کنید خدمتگزار ایران باشید، سرباز ایران باشید. من عرایزم سعی میکنم به پایان ببرم، کم کم در خدمت شما باشم برای فرمایشات، سوالات و دستورایی که بفرمایید. یک دو نکته دیگه هم خدمتتون بگم. ببخشید. خیلی استفاده میکنیم جناب پروفسور، واقعا نصیحتاتون ما باید آویزه گوشمون بکنیم. خواهش میکنم. ببخشید اگر من یه قدری آب میخورم، برای اینکه مشکل نیست. من اگر صحبت میکنم با تمام وجودم حرف میزنم. درست. این برآمده از این که قوطی دهان نیست، برآمده از دله. عرض شود که من به علوم لوله تفنگی نگاه نمی کنم، یعنی کانورجنس علوم رو نگاه میکنم، همگرایی علوم نگاه میکنم. الان شما مثلا در مجله پزشکی وقتی می‌بینیم از دانشگاه مثلا چه می‌دونم یه دانشگاه شریف یه مقاله دادن توی مجله پزشکی چاپ شده، آمده از نانو ذرات استفاده کردن مثلا بافت قلب رو اینطوری درست کنن. این بهش میگن همگرایی علوم. اشتباه نکنن دوستای ما، علوم رو لوله تفنگی نگاه نکنن، دید بسیط داشته باشن رو همه مسائل، باز باشه افق ذهنیشون. ولی میشن تنگ نظر. تنگ نظر حالا در کارهای امور هم میتونه باشه، در پستایی که باید نمده میتونه تنگ نظر باشه، در علوم هم میتونه تنگ نظر باشه. و اینم خدمتتون بگم، رشته یا نگرش جدیدی است، یک اپروچ جدیدی است برای علوم به نام انویکس. این از سال 2001 در آمریکا شروع شد این نگرش، بعداً در اروپا و بعد در چین و همینطور. ما حدود 2-3 سال پیش با یک کنگره که بنده کمترین شروع کردم و گذاشتیم، البته دوستان با کفایتی دیگه هم در فرهنگستان بودن کمک کردن و از جمله آقای دکتر بیژن رنجبر و چند نفر دیگه، ما این رشته رو آمدیم تعریف کردیم چیه. انویکس نگرشه، عبارت از نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی اند ژنتیکس، انفورمیشن تکنولوژی اند کامپیوتر، کاگنیتیو ساینسز، علوم شناختی، اند سوسایتی. یعنی علوم اگه هر کن تک رشته‌ای بخواد فکر کنه، هر چقدر عمیق بره چیزی نداره،
حرف زیادی نداره، میمونه توش، نمیدونه چیکار کنه. الان دیدی در شما برای یه پزشک برید یه حرف به خصوص به شما میزنه، تموم شد. اما وقتی میرید بیمارستان برای همون عمل جراحی که انجام دادید 7-8 جور پزشک بالا سر شما میاد. متخصص تغذیه میاد، از کم که متخصص قلب میاد، متخصص از کم که معده و روده میاد، اگر آلرژی چیزش متخصص آلرژی ایمونولوژی میاد، هماتولوژیست میاد. یعنی همگرای علومه اونی که موفق میشه. اینم یک به اصطلاح انگیزه برای شماست که برای خودتون همکاری پیدا کنید، تک روی نداشته باشه آدم. بله، عرض شود که تا اینجا بنده اون چیزایی که نمیخوام خیلی حرفام تکراری باشه. خب البته در این 83 سال زندگی بنده که اقلن 72 سالش بسیار دانسته بوده، یعنی همینجوری از خودم بزرگ نشدم، به همه چیز دقت میکردم. یعنی 70 خورده سال آدم خیلی تجربیات داره، خیلی حرف زدن داره. البته اون نباید دیگه اینقدر وقت شما رو من بگیرم. من در اختیار شما هستم. دوست عزیزم جناب مرادی عزیز، چه خوش که ما شما رو پیدا کردیم و دیگر دوستان رو. من در خدمت شما هستم. من تا روزی که زندم برای این مملکت یه سرباز هستم که جان نثاری هستم و آرزوم اینه، یعنی به من بگن چه شکل من دوستم. من که در جبهه جنگ، البته من 3 بارم جبهه بودم یعنی حالا به کرواتی من نگاه نکنیم، بنده 3 بارم تو جبهه بودم، موثرم بودم، اما پشت جبهه، البته نگه در خط مقدم من کاری نشدم، پشت جبهه. ولی جبهه من جبهه دانشگاه است، علمه و اخلاقه. علم بی اخلاق در واقع کاری ازش بر نمیاد. تو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، اصلا به درد نمیخوره، هلاکته، بدبختی است. بله، من در خدمت شما هستم. اگه دوستان فرمایشی دارن، سوالی دارن، بفرمایید، من در خدمتم. جناب پروفسور، قبل از اینکه بریم سراغ مبحث دوم، یه سری بچه‌ها تا همینجا سوال پرسیدن. این سوالات رو اگر اجازه بدیم من بپرسم، بعد میریم سر وقت مبحث دوم. جناب پروفسور، من الان به عنوان یک فردی که 35 سال سن داره و با بچه‌های 18 تا 23 ساله در ارتباط هستم، بچه‌های ما واقعاً بچه‌های خوبی هستن. بچه‌های ما تشنه دونستن هستن و 2 تا مشکل دارن. یکی الگوهای غلطی براشون تعریف شده و یکی این که واقعاً با وجود این تبعیض‌ها، با وجود این نادیده انگاشته شدن ها، باعث شده که انگیزه خودشون رو از دست بدن و خیلی ها به سمت تمایل داشته باشن به مهاجرت و رفتن از ایران. قبل از این که ما این جلسه رو خدمت جناب عالی داشته باشیم، شما فرمودین که در دوران پهلوی که حالا خدا لعنتش هم بکنه 2000 نفر رفتیم و همه برگشتیم. متاسفانه این روحیه وطن پرستی در کشور ما از بین رفته و همه به عنوان یک هتل که اگر امکاناتش بد بود، خدماتش بد بود، کشور رو ترک کنن دارن بهش نگاه میکنن. صحبت من این هست و سوال بچه‌ها البته این که با وجود این همه تبعیض، این شرایط، چجوری انگیزشون رو برای تحصیل حفظ کنن، چجوری امیدوار باشن با آینده؟ ببینید، عرض کردم اگر اینجا رو خانه پدری خودشون فرض کردن، اون وقت آدم خونهش ممکنه یه وقت سقفش بیاد پایین، یه وقت ممکنه چیکه بکنه، یه وقت ممکنه حتی زلزله بیاد خراب شه، سیل بیاد خراب شه. وقتی خانه پدریش بود ول نمیکنه، دوباره میسازه اونجا رو. اگر شما این حس رو در این جوانای عزیز ما وجود داشت که اینجا خب بندم از صفر شروع کردم، من ژنتیکی منم از صفر شروع کردم. البته محیط مساعد بود، فضا بود، قدر میدونستن، ولی منم از صفر شروع کردم اینجا اون کارهای خودم رو. خب بچه ها همه بچه کن خب یک چیزی شده، اشتباهاتی داره میشه، کارهایی دارن میکنن، اصلا پاک دارن عوضی میرن. خب بعد بیان وسط کار کنن. اگر یه جا سیل بیاد، یه کسی داره سیل میبره، خب
خب شما که میتونید باید خود سیل دیگه، جلوی سیل که نمیخواد، سیل داره میبره، بذار ببره. نه، میخواد نجات بدید اون شخصو، اگه پدرتون باشه، حتی اگر یک قریبا باشه، اون حس نودوستیش ما میگه نجاتش بدید. آدم خانه خودش که ول نمیکنه که. اگر این حس میهن پرستی، این فرمایش رسول اکرم حب الوطن من الایمان، چرا کسی این حرف رو نمیزنه؟ اگر این حس در کسی باشه ول نمیکنه، باشه کجا بره؟ بله میره یاد بگیری بیاد اینجا اجرا بکنه. شاید این پاسخی برای شما باشه فعلا. جان پروفسور، یه سوال دیگه ای که فرمودن این هست که دلیل تغییر رشته شما از پزشکی به حالا روانشناسی و بعد ژنتیک چی بوده؟ که البته من میدونم مسابقاتون رو دیدم، ولی خب بالا بچه‌ها سوال دارن. خب این جملات آخر من نشان دهنده این بود، این کانورجنس علوم بود. من تغییر رشته ندادم، من رشته های تکمیلی به اونا گرفتم. من تکمیل کردم دانستم به عنوان یک پزشک. حالا متخصص زنان بودم، متخصص چه می‌دونم کودکان بودم، چشم پزشک بودم، جراح بودم، اون کار میکردم. ولی من آمدم ژنتیک رو با این مخلوط کردم. اون زمان که بنده به اصطلاح این دو رشته رو با هم گرفتم، در آلمان 4 نفر آلمانی بودن که توی تمام رشته های اینجا 4 که این دو رشته رو با هم گرفته بودن. داستان من از کم 60 سال پیش دیگه. 4 نفر آلمانی بودن، یعنی کسی دنبال این نبود، یا پزشک بود یا متخصص ژنتیک بود. این مسئله است که من نگرشم، الانم نگرشم همین، نگرش تکمیل و هماندیشی علوم با هم دیگه است. این بوده، ولی من این ول نکردم، تکمیل میشد. اینکه بنده روانشناسی رفتم، متاسفانه تا دکتراش نتونستم برم دیگه، فرصت نشد. از ایران هی مرتبا نام میامد که شما زودتر برگردید و کرسی و چیز از این حرفا. ولی خب بعد از اون منهایی که حالا دیگه به درجه دکتراش نمیده، همینجور در حال خواندن و فکر کردن و نوشتن در هم مورد روانشناسی، از هم علوم دیگه هم همینطور. بله جان پروفسور عزیز، ما همین الان واقعا با وجود این همه پیشرفت تو کشورمون، در بین مسئولین، در بین جامعه، ژنتیک یه رشته بسیار ناشناخته است، به جز البته دانشجویان. و خب حالا اگر برگردیم به 50 سال گذشته، خب به سختی کار شما خیلی پی میبریم که جا انداختن رشته ژنتیک اون دوره چقدر سخت بوده. من این رو گفتم که بریم سراغ مبحث دوم گفتگومون، جایگاه ژنتیک در گذر زمان در ایران و خارج، و این رو ازتون بپرسم و اینکه چجوری تونستیم واقعا این رو جا بندازیم تو ایران که اصلا این علم نیازه. چون که خودمون الان میبینیم اصلا ژنتیک رو هنوز که هنوزه بحث دارن، هنوز نمیدونن چیه مسئول ما. یکی از مسئولین چند وقت پیش از من کمک خواست برای آموزش ژنتیک در دانش آموزا. تصورش از ژنتیک ابر سرباز ساختن بود و این واقعا منو ترسون. این سوال رو خدمتتون دارم که جایگاه ژنتیک در گذشته‌ای که شما رفتین در ایران و خارج، و همین الان ما در چه لولی در حوزه ژنتیک در دنیا هستیم؟ عرض کنم که در اون گذشته وقتی بنده وارد شدم
در این بین ژنتیک پزشکی بیشترین رشد کرد. اینا میتونن رو ژنتیک مثلا فرض کنید که خیارم کار بکنن، رو ژنتیک گوسفندم کار بکنن، اما ظاهرا اینقدر جذابیت نداشت و اینقدر شاید پول توش نبود. این نسل جدید اومدن همه رو ژنتیک پزشکی. یه زمانی در کل کشور بنده کمترین بودم که به این کار میپرداختم، بعد تو تهران چند تا اضافه شدن، بعد الان در هر شهرستانی، در هر بیمارستان هر شهرستانی یه بخش ژنتیک دارن، یه MD PhD داره اونجا این کار اداره میکنه. من خوشحالم از این مسئله، ولی میخوام بگم ما یک سویه طرف ژنتیک پزشکی رفتیم چون تونستن توش به اصطلاح پولی در بیارن، ولی اون زمانی که من وارد این رشته شدم اصلا پول توش نبود. فکر میکردم باید توی زیرزمین ها وایسم و بقیه عمرمو تو این کار بکنم تا همین ژنتیک. البته ژنتیک به سرعت داره پیش میره. عرض کردم یکی از پیشتازترین رشته هایی است که من میشناسم اصلا در همه علوم. الان فرض بفرمایید جایزه نوبلی که میدن، من مرتب هی دنبال میکنم، ظاهرا آدم فکر میکنه داره در یه رشته دیگه کار میکنه. سال 2017 آمدن 2 نفر پزشک کار کرده بودن روی ریتم زندگی، سیرکادیان ریتم، جایزه نوبل گرفتن. ظاهرا روی مگس سرکه کار کردن ولی سودش آمد تو دامن پزشکی و سلامت. همینطور هر سال همینطوره. الان این سال که ما هم یه سرمقاله نوشتیم براش به عنوان همین موضوع، 2 نفر، یکی خانم پروفسور دودنا، یکم خانم پروفسور کارپنت، اما الان تبدیل به این شد که قیچی ژنتیکی، کریسپر، حالا دوستای ما اینو سرچ بکنن متوجه میشن قیچی ژنتیکی چه شکل میشه. اون بخشی از دی ان ای که روی ژنای مضر قرار دارن، بیماریزا هستن، اونو ببرن بیارن بیرون. چون فکر کنید این اصلا چطور نمیتونه به این مسئله فکر کنه. قیچی ژنتیکی. خب میخوام بگم اینقدر سریع داره پیش میره. حالا خیلی پیشرفته دیگه هم هست که منم حتی هنوز نمیدونم. یه جا یه جایزه نوبلی بهش میدن بعد روشن میشه میاد دور. حالا ما هم افتخار داشتیم اتفاقا همین خانم دکتر یگانه که با شما دارن همکاری میکنن، ایشون حالا بدونی که بدونن که این میخواد جایزه نوبل بگیره، ایشون رو همین کریسپر دارن کار میکنن و از 3-4 سال پیش و انشالله پایان‌نامه‌شون هم که تموم حالا در 2 هفته دیگه دفاع بسیار جانانه خواهند کرد. دفاعی از یک شاخه از علم، در یک شکوفه از یک علمی که انسان جایزه نوبل برده. میخوام بگم روز به روز این اتفاقات داره میفته در همه علوم. علم را انتها نیست. علم عشقه. آدم باید عاشق باشه تا عالم بشه. عشق هم انتها نداره، علم انتها نداره. در ایران به هر صورت در مورد همین شاخه جدید ژنتیک زیاد کار شده، بخصوص اون که پاسخ بیماران باید داده بشه. خوب کار شده، ولی خب با وجود این ما فاصله زیادی با جهان، یا بهتر بگم فاصله زیادی با اون چیزی که میبایست یا میخوایم داشته باشیم هنوز فاصله داره. من در خدمتم. آقای مرادی، من صدای شما رو ندارم. سلام جناب پروفسور، ببخشید. سلام، خواهش می‌کنم.
جناب پروفسور، تو صحبتاتون در مورد کریسپر گفتین و اینکه میدونیم شما بنیانگذار کمیته اخلاق تو حوزه ژنتیک هم تو ایران بودین. یه توضیح مختصری در مورد اخلاق در ژنتیک هم برامون بگین که بریم سر مبحث بعد. از کنم که در سال، حالا واقعا یادم میشد 20 سال پیش 25 سال پیش بود، یه دفعه یک پزشکی از کره جنوبی بود. از کره جنوبی یک کسی ادعا کرد که من آمدم از یک سلول یک نفر، بدون که پدر مادر داره، یک سلول شروع کردم از این انسان تولید کردن و من یک دونه انسان درست کردم، اینم به زودی به دنیا میاد. این حرف اون بود. دیگه به قدر این موضوع داغ شده بود که من در روز تا 10 تا مصاحبه تلویزیونی و رادیویی و روزنامه ها رو داشتم و من اون زمان گفتم نه، این یه قضیه ادعای بیهوده است، این کار فعلا نشده، به این زودی هم نخواهد شد و بسیار هم کار خطرناکی خواهد بود. اتفاقا این همون چیزی بود که شاید مجامع بین‌المللی هم نگران کرد و این اتفاقا اون تلنگری شد برای سازمان جهانی بهداشت، همچنین برای یونسکو در پاریس. سازمان جهانی بهداشت، بنده که قبلا عضو کمیته ژنتیکشون بودم، بلافاصله گفتن خب ما همچین کمیته دیگری درست کردیم به نام کمیته اخلاق و که نگران این اتفاقات بودن. شما فکر کنید اگر میشد این کار رو بکنن که از یه سلول بخوان انسان یا جانورهای دیگه تولید بکنن، حالا در مورد جانورهای دیگه هم همین ادعا رو دارن که میخوان دایناسور دوباره درست کنن اینا. شما فکر کنید میتونستن و چقدر افراد جانی و قاتل و تبهکار و بزهکار اینا رو، خب میتونستن اینو پولدار هم بود، میتونست مثل خودش کپی درست بکنه، 100 تا کپی بریزه، 100 تا مثلا صدام حسین درست بکنه بده تو بازار. خیلی کار خطرناکی میشد. آمدیم نشستیم و یه چیزی تیم 17-18 نفری بودیم، بنده تنها مسلمون در اون جمع بودم، ولی خب من خودم پیشنهاد کردم که اگر چند نفر دیگرم، 1-2 نفر دیگرم بعداً به پیشنهاد من دعوت کردن که بعداً سنی و شیعه و این حرفا نشه بگن این حرف خودش زده. و از قاره آسیا یک هندی بود، یک چینی بود، یک دونه ژاپنی بود، یکی هم مثل این که یادم نیست از کره جنوبی بود و بنده، یعنی 5 نفر بودیم. نشستیم اصول اولیه اخلاق در پزشکی رو، در ژنتیک و در پزشکی، این 4 اصل رو نشستیم و وضع کردیم، نوشتیم و 4 تا گایدلاین سازمان جهانی بهداشت هم در فواصلی اومد بیرون. حالا اگه خواستید بنده اینا رو براتون میفرستم که این اصول چی بودن. 4 تا اصل بودن، یکی اتونومی خودمختاری، یکی بنفیسنس یا سودمندی، یکی نان مالیفیسنس یا نازیانمندی و آخریش هم جاستیس یا عدالت در ارائه خدمات پزشکی. این 4 تا اصل بود، ما اومدیم در کشورهای خودمون پیادهش کنیم. از اون زمان بندم اومدم واقعا خستگی ناپذیر اومدم این کار رو انجام دادم، پایانه ها دادیم، مقاله نوشتیم، انجمن درست کردیم، مجله درست کردیم، همه این کارها شروع شد و الان واقعا راجع به هر کدوم از این قسمت‌ها که من میگم واقعا تو ایران کتاب‌ها شروع کردن بنوشتن. اخلاق تنها در ژنتیک و در پزشکی نیست. من خودم یه جمع‌آوری دیگر برای یک مسئله کردم، حدود تا این زمان حدود 84-5 شاخه مختلف از اخلاق رو من نوشتم. نه اینکه از خودم نوشتم، سرچ میکردم در جاهای دنیا رو چی کار میکنن. اخلاق مثلا فرض کنید در بانکداری، اخلاق در اقتصاد، اخلاق در جنگ، اخلاق در بردهداری، اخلاق در زندانها، اخلاق در زندانها، اخلاق در مذهب. یه وقتی ما فکر می‌کنیم مذهب یعنی اخلاق، در حالی که اینجور نیست. اخلاق بوده مذهب و تمام ادیان از جمله دین مبین اسلام، پیامبران اومدن که اخلاق رو پیاده کنن. این فرمایش رسول اکرم انما بعثت لاتم نرمل اخلاق، یعنی من مبعوث شدم که مکارم و این محاسن اخلاق رو به ثمر برسونم. اصلا برای اینکه
چجوری وضو بگیره نبوده، اینا فرعیاته، اخلاقیات. اصل دین ایمان اخلاقه. اخلاق در همه ادیان یکیه. دزدی همه جا بده، آدم کشی همه جا بده. اگر تبصره هایی میذارن اون بقیه فقهشون واسه خودشون تبصره میذارن، این کارو بکنیم این کار نه. ولی اخلاق میگه آدم کشی بده، گناهه، دروغ گناهه. اما این تبصره میده. دروغ اگر برای چی تبصره نداره، دروغ گناهه. حالا اخلاقیات هم همینطور. در 83-4 رشته من در آوردم که هر کدوم از در خارج چند تا کتاب ضخیم راجعش وجود داره. منم که اخلاق در همه امور هست. ما هم اینو پیاده کردیم. بسیارم از این لحاظ بنده خوشحالم. الان سردبیر 20 ساله که سردبیر مجله اخلاق در علوم تکنولوژی هستم. با خیلی داریم کار میکنیم. آقای دکتر مصطفی موین هستن، دکتر کسای دیگه هستن که باشون داریم کار میکنیم و اشخاص خیلی شایسته و زیبنده‌ای به این مسائل هم هستن. ما هم خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. بله. بسیار ممنونم جناب پروفسور. من گفته‌های شما رو از زبان اینشتین هم خیلی وقت پیش شنیده بودم. گفته بود که آیین کیهانی، یک خدا، یک دین، یک اصل، برادری، برابری و آزادی. بسیار ممنونم ازتون جناب پروفسور. خستتونم کردیم، تقریبا بحث آخرمونه. شما از خیلی وقت پیش در دقیقه خدمت داشتیم. تو خیلی از مصاحبهاتون رو که من دیدم دائما از خدمتگزاری و میهن پرستی گفتیم. شما بنیادی دارین به اسم بنیاد فرهود که خدمات بسیار خوبی رو هم در بحث امور فرهنگی و هم در بحث امور علمی انجام داده. خیلی ممنون میشم که در مورد بنیاد فرهود و کارهایی که انجام میده یکم توضیح بدین. و در آخر بچه‌ها یک خبر خیلی خیلی خوب داریم. بعد از این صحبت خدمتتون میگیم که جناب پروفسور سر همه ما منت گذاشتن. در خدمتتون. این یک بنیادی است که حدود از 3-4 سال بعد که من وارد ایران شدم این شروع کردیم. خیلی از این مجله های علمی که پا گرفتن مجله هایی بودن که بنده اول، یعنی این بنیاد اینا رو جا انداخت، درست کرد. ما بقیهش قدی تظاهر به مسئله میشه، میخوام دیگه نگم. ولی در مسائل علمی به هر صورت یک پیشبینی‌هایی کردیم. حالا چه در زمانی که بنده حضور خدمتگزاری داشته باشم، چه زمانی که بنده نباشم، این راه باید کار خوش ادامه بده و امیدوارم که لااقل یه الگویی باشه برای اینکه ما در خارج خیلی از این مسائل داریم ولی در ایران متاسفانه هنوز بلد نیستن. مثلا هنوز کسی بلد نیست به دانشگاه کمک کنه، وقف کنه. به جاهای دیگه این کار میکنن، هنوز بلد نیستن. من یه جا داشتم گفتم که در زمان قدیم در ایران مسجدها رو مردم میساختن، مدارس دولت میساخت. حالا برعکس شده، مسجدها رو دولت میسازه، یعنی دین داره میشه یا مذهب داره میشه در واقع ابزار دولتی، در حالی که وقت یک جامعه بزرگی به نام خیرین مدرسه ساز جلوتون دارن مدرسه میسازن. خیلی جای تاسفه که مدرسه رو کاسه گدایی جمع کن و آقا مدرسه خدا تو رو جدد بیه مدرسه بر ما بساز. خیلی به هر صورت میخوام بگم که این باید راه بیفته که مردم بیان در دانشگاه هاروارد الان از 2 سال پیش داره مرتبا آگهی میده خواهش میکنیم دیگه برای ما پول ندید، ما احتیاج نداریم، نمیتونیم پولاتون خرج کنیم، دیگه برای ما هبه ندید، وقف نکنید. این کار بسیار خوبی است که مردم یاد بگیرن و بیان بعد از خودشون یا قسمتی از ثروت خودشون در زمانی که حتی هستن در راه علم و دانش و گسترش سرمایه‌گذاری بکنن. بعد بسیار ممنونم جناب پروفسور، حرفاتون واقعا عالیه. من واقعا افتخار میکنم که در خواهش میکنم. خب جناب پروفسور یک سوالی بچه‌ها پرسیدن. شما فرمایش کردین که
کتاب‌هایی در حوزه اخلاق نوشتین. دوستان میگن که میشه چند تاشون رو معرفی کنید و اینکه از کجا میتونیم تهیه کنیم. بنده اگه اجازه بدید این رو بعداً برای خود حضرت عالی یک چیزی رو میفرستم که حدود کتاب و اون چیزهای گایدلاین‌های WHO اونم که کار مشترک بوده به اضافه مقالات یه چیزی حدود 33-4 تا مورد میشه. اینا رو من خدمت شما حتما خواهم فرستاد. چشم. خب دوستان، رسیدیم به بخش جذاب برنامه. حقیقتش دوستان من به خودم این جسارت رو دادم و اصلا در این حد نیستم که اصلا بتونم همچین پیشنهادی بدم، ولی خب این جسارت رو به خودم دادم که به جناب پروفسور پیشنهاد دادم که اگر صلاح بدونن ما جایزه‌ای مثل نوبل رو تو ایران داشته باشیم با اسم نام فرهود، با اسم نام جناب پروفسور فرهود، که اول برای رشته ژنتیک که حالا هم برای کسایی که کار علمی بسیار تاپی رو انجام دادن، خدمتی رو انجام دادن، و هم برای کسایی که طرحی دارن و احتیاج به حمایت دارن و طی چندین سال ما این رو گسترش بدیم برای سایر علوم در حوزه زیست شناسی. و منت در ما گذاشتن جناب پروفسور و قبول کردن و البته باید خیلی روش کار بشه، چون جایگاه علمی جناب پروفسور بسیار بسیار رفیع هست. باید با وسواس پیش بریم که خدایی نکرده کوچکترین خدشه‌ای به ایشون، به اسمشون، به جایگاهشون وارد نشه، هرچند که اسم ایشون منشأ تمام اعتباراتیه که هست. جناب پروفسور من این چیزی رو خدمتتون بگم، امروز ما در برنامه حدود 1000 نفر ثبت نام کردن در سامانه و رکورد تعداد ثبت نامی در یک وبینار در کشور شکسته و بیشتر اینها دانشجویان جدیدالورود هستند که فقط یک بار شاید اسم شما رو شنیدن و این واقعا برای همه ما افتخار. چند کلامی شما هم در این مورد صحبت کنید و دیگه تقریبا به آخر برنامه میرسیم. بله این شما فرمودید و برای بنده افتخاره، واقعا افتخاره. حالا هیچ لزومی هم نداره به اسم من باشه، ولی به هر صورت چنین جایگاهی، چنین جایزه‌ای باید برای پژوهشگرای جوان ما باشه، بدونن که جایی این دیده میشه. اصلا این دیده شدن یک مسئله بسیار مهمی است. حتی جانوران میخوان دیده بشن، خروس میخواد دیده بشه، کبوتر میخواد دیده بشه، شیر میخواد، طاووس میخواد دیده بشه. طاووس نر وقتی نگاهش میکنید میخواد پرش واز کنه، همه نگاه کنن دمش چریخته، میخوان دیده بشن. این که اتفاقا یکی از اون انگیزه هایی که بعضی از دانشجوی عزیز ما، فارغ التحصیلای ما یا دوره‌های لیسانس و فوق لیسانس میزنن از کشور میرن، دیده نشدنه، یعنی کارشون براش ارزش نگذاشتنه. این که دیده شدن مسئله بسیار مهمی است و خیلی کار خوبی است. در این رشته شما پیش قدم شدید، دستتون درد نکنه، با همه دوستانتون، همکارانتون. و بله این جایزه باید باشه. هر سال ما شاید یه رشته دیگه به پیشنهاد خود تمام این جوانها و این دوستا بگن آقا این رشته جدیدم اومده، برای اینم تعیین، بله برای اونم جایزه تعیین میکنیم که همینطوری ادامه داشته باشه. حالا چند سبایی که من در خدمتتون هستم که خودم هم هستم و اگرم نبودم شما و دیگر دوستان اینو ادامه بدید. بله ادامه بدید. بنده که در اون سطح مسئله نوبل نیستم، ولی یک جایزه ایست، دیده شدنی است که به اصطلاح خدا قوتی است به این زحماتی که عده‌ای میکشن. تشکر بکنیم که بعد ما فهمیدیم شما کار قشنگی انجام دادید. بله بسیار ممنونم جناب پروفسور، خیلی لطف کردیم. مطمئناً این انگیزه‌ای میشه برای همه دانشجویان، همه اساتید و انشالله که مثمر ثمر واقع بشه. جناب پروفسور، داستانی که هست، من طی 2 سالی که با بچه‌ها داریم این کارها رو انجام میدیم، جو علمی ما مثل جو کشورمون جو سالمی نیست. متاسفانه منفعت طلبی های شخصی، متاسفانه خیلی چیزها آلوده شده و واقعا این که شما منت سر ما گذاشتین و تشریف آوردین، هدف این بود که یک الگوی صحیح رو به دانشجوها بشناسونیم که مسیرشون رو عوض کنن، راه درست رو انتخاب بکنن و
واقعا ما نیاز داریم به امثال شما. انشالله که سایتون سالیان سال بالای سر ما باشه، در محضرتون تلمس کنیم، یاد بگیریم، این اجازه رو به خودمون بدیم هر از گاهی مزاحمتون بشیم و همه بچه ها با نصایح شما، با نصیحتاتون راه درست رو انتخاب کنن و راه و کج نرن. من به جبر روزگار آدم زمختی بار اومدم، خیلی سختی کشیدم، نه اندازه شما، ولی اجازه بدین یه حرفی تو دلم نمونه و اون حرف اینه که بذارید من قربونتون برم و در اولین دیدار دستتون رو ببوسم. واقعا باعث افتخار هست اینجا پروفسور. من به شماها افتخار میکنم. یک درخت تنومند پیره که بدنش دیگه فرسوده شده به بدن خودش افتخاری نداره، اون درخت به اون شاخه ها، به اون گل های جوان خودش افتخار میکنه. یه درخت گردو به این بدنش نگاه میکنید چیزی جذابیت نداره، ولی سرشاخه‌هاش نگاه میکنید، اون میوه‌ای که میده، گلی که میده اونه. تمام این جوان ها، تمام عده‌ای که هستن و دیگران که باز در جمع شما هستن و خواهند بود، اینها گل های یه درختای عرض کنم که دیگه فرسوده‌ای مثل بنده هستن. این گل ها باید برای ما افتخار باشن، برای ما، برای مملکتمون، برای ایران عزیز، سربلندی ایران عزیز. بله. جناب پروفسور، من 2 تا سوال بپرسم و بعد دیگه آخرام، ببخشید بچه‌ها خیلی سوالای عجیب غریب میپرسن، من خیلی هاشون رو ندید میگیرم، ولی 2 تا سوال پرسیدن. یکی این که گفتن ما میتونیم فعالیت‌های پژوهشی در مرکز شما داشته باشیم؟ ببینید اینجا زیاد آنچنان بزرگ نیست، در یهودی می کار رو کرد، اما اینکه مثلا بخوایم شروع بکنیم مثلا الان که در حاضر این مسئله کرونا و تمام بسیار متوقف کرده همه فعالیت رو. کسی اگه هستن تماس بگیرن، اگر در تهران هستن بیان، اگر در شهرستان گفتگو بکنیم. در یه عده هستن شاید این آرزو ساعت براشون احساس یک خواسته است، اما این آرزوشون شاید در همین مرحله گفتگو ختمه. این که بخوام بیان کاری، اینایی که جوایز میرن کار بزرگی، کارهای بزرگ زمان میخواد. کسی هم 30 سال زحمت کشید، بسی با رنج بردم در این سارسی، عجم زنده کردم به این پارسی. حضرت سعدی 30 سال جهانگردی کرد، 19 ساله رفت، 49 ساله 50 ساله بعد گفت که ای که 50 رفته در خواب مگر این 5 روزه ده. یعنی کارهای بزرگ زمان میخواد. و از اونجایی که بچهای ما میخوان این وسطا یه کاری بکنن، یه کارهای کوچکی اگر باشه بله، ولی اینکه یه کارهای دراز مدتی مسلما نخواهند توانست. نمیخوام بگم باید اول مدارج علمیشون بگذرونن، اون مقاطع سطحیشون طی بکنن. بله اینجا هم اگر کارهای کوچکی بود با کمال میل. صدا ندارم. جناب پروفسور، در مورد اینکه شما تو زمینه مشاوره ژنتیک، شجره‌نامه و اینها فعال بودین و کتاب‌هایی نوشتین، باز هم سوال کردن که یکی اینکه بچهای ژنتیک اولا اصلا نمیتونن وارد بحث مشاوره ژنتیک بشن که این برمیگرده به وزارت بهداشت و اینها، و بعد اینکه کتاب‌ها رو از کجا میتونیم تهیه کنیم، و یا اینکه امیدی داریم با حمایت شما بچهای ژنتیک هم وارد بحث مشاوره ژنتیک بشن؟ این شاید یه بحثی باشه بخواد آدم چی بکنه، یک کارهای اینتردیسیپلینری دیگه از کنم، ترانس دیسیپلینری، یعنی واقعا چه اداره کننده های وزارت بهداشت، اداره کننده های وزارت علوم، اینها باید این عرض کردم همگرایی علوم رو بهش برسن، بعد وقت میشه این کار کرد. حالا شاید در بحثایی که با اونو بکنیم در یه زمانی، ولی خود انجام مشاوره که مسئله نداره، اما به صورت رسمی خواهد شغل بشه در حال حاضر این کار نمیتونه انجام بشه. نخیر، ولی میتونن یاد بگیرن این کار رو انجام بدن. بله، من تصویر شما رو ندارم دوست عزیز، نه تصویر نه صدا. جناب پروفسور من عذرخواهی میکنم، ظاهرا آقای مرادی اتصالشون قطع شد، من الان دوباره بهشون دسترسی میدم. آقای مرادی دسترسی داره.
منتظرم. یه چند لحظه اگر صبر بکنید. بله، آقای بله. مرادی اتصالشون قطع شد. آقای مرادی دسترسی دارید؟ ببخشید جناب پروفسور، من از چیز خارج شدم. سخن آخر این که دوستان، ما در مورد این با جناب پروفسور مشورت میکنیم در مورد این جایزه و اینجور چیزها. اطلاع تکمیلی رو خدمتتون میگیم و جناب پروفسور قبل از اینکه برسیم به مبحث قرعه کشی میتونیم این قول رو ازتون بگیریم که حالا یا از نزدیک زیارتتون کنیم یا دوباره در مجازی برنامه رو باهاتون داشته باشیم. بله بله، هر زمان اراده کنید من در خدمتم. بسیار ممنونم جناب پروفسور. تعارف نیست این واقعیت. بسیار ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. شب همتون بخیر. خدا حافظ.